باید تشکر کنم از این دوست عزیزمون که گفتن من فلش رو خاموش کنم. خب داشتم میگفتم که بله روابط خدا رو شکر خوبه. در مورد چینی‌ها که پروژه‌های ساختمانی رو بیشتر مدیریت میکنن، دوستان افغان که اینجا هستن فکر میکنم خیلی قبلتر اومدن و به هر حال تو کارهای مختلف، مشاغل مختلف مشغول به کار هستن. دوستان آفریقایی اینجا حالا دقیقا نمیدونم، شاید برای تحصیل اومده باشن بیشتر، شایدم نه، میپرسم. هندی های عزیز که اومدن اینجا میدونم که بیشتر برای تحصیل هست. من دانشجوی هندی اینجا زیاد میبینم که تو دانشگاه های مختلف اینجا مشغول به تحصیل هستن. اینجا فکر میکنم یه جورایی بخش عدلیه و اینا باشه، شاید دادگستری اینا، همچین چیزی احتمالاً. البته خب داشتم کلاً لهجه شیرینی دارن تاجیکای عزیز، برای ما بسیار جالب هست. حالا ما هم که صحبت میکنیم، من توی ماشینی بودم داشتیم فارسی حرف میزدیم، بعدش به من گفت که راننده گفت که لهجه شما خیلی برای ما شیرین هست و انگار که ما داریم شعر میشنویم. این جمله‌ای بود که اون راننده عزیز گفت و من خوشحال شدم از این بابت. فهمیدم که این متقابل هست، یعنی همونطور که ما حس خوبی داریم از شنیدن صدای این عزیزان، دوستان تاجیک هم انشاءالله که حس خوبی به گفتمان ما و ادبیات ما دارد. خب تا چراغ سبز هست بریم اون بر 10 ثانیه 9. خب این مثلا برای ما الان 5 ثانیه هست، ولی برای ماشین ها مدت زمان بیشتری هسته که اون چند ثانیه باعث بشه آبرین با خیال راحت رد بشن، یعنی برای اونا بیشتر قرمز میمونه. ماشین های پلیس در سراسر شهر هستن برای برقراری امنیت، البته به ویژه برای کنترل راهنمایی و رانندگی. در مورد رانندگی های اینجا اگه بخوام بگم به طور کلی خوب و قابل قبول هست. اینجا من ویراژ های آنچنانی ندیدم که آزاردهنده باشه. البته هست، تک و توک هست راستش، ولی خیلی کمه. مثلا از اون در واقع میگم ویراژهای وحشتناکی که ما گاهن میبینیم تو خیابونای ایران، اینجا کمتر هست. شاید به خاطر قوانین سفت و سخت، شاید هم به خاطر اینکه برای مردم جا افتاده و رعایت میکنن. هرچند که میگم ممکنه شما گاهن ببینید. خب به طور کلی قبلا هم گفتم اینجا موتور اصلا نیست، یا اگر برای پیک موتوریه. کلا موتور سواری هم ممنوعه. کلا آلودگی صوتی اینجا کمه دیگه، یعنی یه آرامشی از این نظر برقرار هست که خب این میتونه در واقع خیلی خوب و سازنده باشه و کسی که داره در خیابون قدم میزنه، خودش یا با خانوادهش، به یک باره غافلگیر نشه با صداهای عجیب غریب و مسائلی از این دست، که خب این نکته خیلی خوبی هست. ولی اینجا مثلا تو رانندگی بوق خیلی زیاد میزنن که اینم یه نوع انگار فرهنگ شده، یعنی به محض اینکه یه توقف بی جایی میشه یا یه اشتباهی میشه، خیلی بوقای ممتد زده میشه و جالبه که اصلا از بوق ناراحت هم نمیشن. یعنی اون ماشین جلویی اصلا انگار نه انگار، اصلا کسی که بوق میزنه براش مهم نیست زیاد، چون خودش هم میزنه. الان داشتم راجع به
ویراژ میگفتم، یکیشو همین الان دیدیم اینجا، کاشکی نمیدیدیم. و خب اونم تو خیابون اصلی. حتما در حال پلیسای اینجا کنترل میکنن این قضیه. خب من میخوام برم اون سمت اسماعیل سامانی و اون نقشه در واقع قدیم تاجیکستان رو هم از نزدیک فیلم بگیرم و به شما نشون بدم. برای اینکه به اسماعیل سامانی برسم باید اول برم اون سمت، یه چراغ سبز رو رد کنم و بعدش دوباره برم سمت دیگه، یعنی دو مسیر باید از خطوط عابر پیاده رد بشیم. این برای که رفتیم اون برم الان رد بشیم. یه 6 ثانیه‌ای بیستیم. 3 2 1 برای که رفتیم. خب اشتباه کردم، 3 تا خط عابر پیاده رو باید رد شیم. بریم برای سومی. بخت با ما یار هست امشب. من هر جا میرم سبز میشه، خدا رو شکر. اینا میگیریم به فال نیک. خب اینجا یه سری حالا عکاسا هستن دور میدون سامانی که خب توریستایی که میان اینا میخوان که ازشون عکس بگیرن و با کیفیت خوب ارائه بدن. به هر حال از این راه نون در میارن و قابل احترام هستن. خب رسیدیم به اسماعیل سامانی و شیرهای بزرگ و پرشکوهش. به به به، چه شیرهایی، چه اقتداری، چه عظمتی واقعا. و خب حالا میخوام برم پشت اینجا رو ببینیم. بیاییم با هم بریم. اینجا بله بدون شهر اون نقشه رو ببینیم. اینجا چی نوشته؟ The Samans State Centuries، در واقع نقشه سامانی در قرن موسوم به IX و X. حالا من نمیدونم قرن چندم میشه. هرچی که هست ببینید و کیف کنید.